برای سوزوندن لاشه هواپیما دارن آماده میشن. جودیت، مارتا و کسلر از شهر دنتون. فکر کنم اونا میخواستن برن به زادگاهشون. لنز توی چشمای مارتا بوده و عضو سازمان پیوند اعضا بوده، یا میخواسته عضو بشه. استیو و کریستین، من فامیلی اونا رو نمیدونم، ولی خیلی همدیگر رو دوست داشتن و تازه ازدواج کرده بودن. حداقل هر جایی که الان هستن تنها نیستن. برین استینکلکس، صندلی شماره 23. و خداحافظ عزیزم.